وطن صبر وکړه لر او پر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو. کشور ازبکستان نظر به ای که دستگاه تولیدیشون به مشکل تکنیکی مواجه شده بود. اطلاع دادن که برق وارداتی که ما از کشور ازبکستان دریافت میکنیم از 420 یا 430 مگاوات به 200 مگاوات کاهش میتن و این موضوع را برای 3 روز امرای دی افغانستان برشنا شرکت شریک ساخته بودن که تا 3 روز ما یک معضله را داریم و این معضله انشاءالله تعالی به زودترین فرصت ختم خواهد شد. ولی متاسفانه او دوام پیدا کرد. بعضی پروژه ها شما میفهمین که با دونرای سابق یک لینک داره، او لینک از اون را ما شما نمیتونیم در حالتی که یا فسخ قرارداد بگوییم یا یک کارهای باقی مانده رو پیش بریم. موضوعات حقوقی به پیش میه، خاطر از اون ما پیشرفت خوبی نداشتیم در او قبال، در حالی که امارت اسلامی خصوصا برشنا شرکت به این مصمم بود که پروژه های نیمه‌کاری که پروژه 500 کیلوولت از شبرغان دشت الوان ارغنده و سب استیشن خود ارغنده می باشه این تکمیل کنه. متاسفانه که ما به مشکلات حقوقی برخوردیم، نتونستیم که پروژه را فسخ کنیم و کارش خود ما آغاز کنیم و ختم کنیم. ما در صدد از این هستیم که پروژه را هرچه عاجل تکمیل کنیم. بدهی به کشور ازبکستان ما نداریم. ما قبل از اینکه قرارداد در ماه سپتامبر امرایشان آغاز کنیم، ما بدهی های خود به کشور ازبکستان صفر ساختیم.